حجت جان من خودم از تهران اومدم اینجا، الان 5-6 سال داریم هم کار میکنیم. یه سوال دارم، الان چرا انقدر به هر کی که زنگ میزنه تا میگی جاده چمستان میگه فلانه؟ اینو یه بار از زبون خودت که بومیه اینجایی بگو ببینیم چیه. ببین داش مهدی، تو کاسبی هر کی باید بلد باشه کاسبی خودش انجام بده. ما داخل املاک هستیم، هم داریم کارهای املاک انجام میدیم، هم خودمون ساخت و ساز کردیم. یا خودمون ویلا میزنیم، خودت بارها ویلاهای ما رو خودت فروختی. غیر از این بود مگه کمیسیون بهت دادیم و واسه ما فروختی و با شرایط خوب هر جور تو مثلا مشتری میآوردی، چون ویلا مال خودمون بود بهش میدادیم. اقساط بلند. املاکای دیگه نه، هر کدوم واسه خودش دم دستگاه درست کردن، 10 تا مشاور زن آوردن، فقط میخوان یه تقریبا یه احساس بازیگری شد. به جایی که مثلا بخوان مال بفروشن یا بخوان ساخت و ساز کنن، فکرشون چیز دیگه ای هستش. بعدش هم تو منطقه چمستان یه دسته زمیناشو فروختن، مثلا دیگه هیچی ندارن. ماها که میخوایم زمینای خودمون حفظ کردیم، میخوایم که مثلا بیام دوباره مثلا اساق کنیم یا مثلا میخوایم کاسبی کنیم، دارن سنگ میندازن. آقا تو پول داشته باش برو نوشهر ویلا بخر، تو پول داشته باش برو سخرود ویلا بخر، تو پول داشته باش برو محمودآباد ویلا بخر، تو پول داشته باش برو تو جاده همین کروده ویلا بخر. چه ربطی داره؟ پس اینجا الان به قیمت تره، درسته؟ 100%. خب ببینم الان مثلا نگاه کن، این که میگن آقا نمیدونم چمستان بریم داستان میشه و امنیت نداره، من که میدونم امنیتشو، شما توضیح بده الان امنیت. مثلا الان من پسر خالم اومد اینجا خرید، ما اصلا خودم من هیچ آشنایی با شما ندارم، اومدم اینجا یه ویلا خریدم. شما به من بگو امنیت اینو شما چجوری برای من تضمین میکنی توی یه شهرک بخرم؟ چه از امنیت شما بگو. ببین داش مهدی، امنیتی که اول باید خودت شخصیت یه جوری باشه که طرف مقابل تو رو دوست داشته باشه. الان منه که میبینی، یعنی برخورد باید خودت خوب باشه. الان منه که میبینی، من اول تهران پارس خیابان رشید کوچه بهار خودم رفتم یه آپارتمان دارم اونجا زندگی میکنم. مریض شدم خدا نکنه یه آشنا یه تفریح میخوام دست زحمت‌ها میگیرم، مثلا اونجا میریم خلاص 2 روز 3 روز هستیم. تو اون آپارتمان که رفتم من مجبورم تابع اونا باید زندگی کنم. اینجا یه قانون دیگه داره، اونجا یه قانون دیگه داره. از اینکه مثلا کسی بیاد تو رو اذیت و آزار مثلا تو رو سخت بگه، تو رو منجلا قرار بده، از همچین چیزایی نیست. همینو میخوام بگم، خودت باید خودت دوست داشته باشی، تو رو باید من دوست داشته باشم، ربطی نداره که. الان مثلا تو شهرکا ببین نکن، خب مثلا من یه نکته‌ای که میگفتم آقا شما پا میشی میری یه جایی زندگی میکنی که اونا بومی دارن، تفریحات شما میشه اشغال شما میشه وسط زندگی اونا، ولی تو شهرکا چه اینجوری نیست اصلا. امنیت شهرکا چجوریه؟ شهرک تمام تهران‌نشین هستن، داخل بومی کسی نیستش که مثلا داخل اون شهر زندگی کنه. یه شهرک مجزا کلا یا تهرانی یا اصفهانی یا شیرازی خلاص شهرستانی هستن، غیر از اینجایی، غیر از بومیای بچهای بومی مثلا مدرزی. ولی ما مثلا نمیتونیم داخل اون شهر زندگی کنیم چون اونا زندگی سبکشون یه جور دیگه هست. آفرین. ما سبکمون یه جور دیگه هستش. اینا که میاد داخل شهرک ویلا میخرن، خب یه جوری هستش که می راحت‌تر مثلا ویلا میخرن، راحت‌تر زندگی میکنن، راحت‌تر مثلا شب میخواد 12 شب بخوابن، یک شب بخوابن، ربطی دیگه به ما نداره. بزن بکوب داشته باشن. آره هر جو اشغال خودشون بکنن. فقط ختم کلام داش مهدی، اینا میان یه دسته آدما، تازه میگفتم الان داریم یه دسته آدما اومدن زمیناشو فروختن، متاسفانه فروختن، زمینی ندارن. میگه آقا چیه الان اینا تبلیغات ما؟ آره الان تبلیغات میزنه. آقا چیه؟ شما بیاین زمین بخرین، ویلا نخرین. اون زمینی که شما داره به مشتری‌ها میدین، اون زمین رو منم دارم، 200 بلوک دارم، یه سال الان داخل اون زمینه. این بلوک میبرم داخل اون زمین میذارم، اون زمین میفروشم، اون بلوک میبرم داخل اون زمین میذارم. خب چرا اون زمین چیه مشکلش؟ چون ببینید ویلایی که هر جایی که ویلا ساخت شد یه سری مسائل قانونیش انجام شده. متوجه شما چی میگم؟ تقریبا 80% محله چیشو قانونیش انجام داد که یارو ویلا زد دیگه. غیر از این مگه؟ نه دیگه اون یارو چون پول نداره ساخت کنه، الکی میگه آقا شما ویلا نخرید زمین بخرید. تو منطقه مازندران 2 دسته شدن. یه دسته دارن کاسبی میکنن با ذهن خودشون، با پول خودشون دارن کاسبی میکنن. یه دسته آدما نه، فقط سنگ میندازن، که میخوان جلوی کاسبی ما رو فقط بگیرن. خب این سنگ انداختن توضیح بده چجوریه؟ مثلا مزاحمت اینجا نه دیگه. ببین همین تبلیغات منفی میزنن دیگه، همین تبلیغات دیگه. شما یه تهرانی هستین مثلا این تبلیغات که گوش میدین ذهن شما عوض میشه دیگه. غیر از این مگه؟ نه والله. همین دیگه. خیلی متشکرم. من کوچیک داش مهدی هستم.